تشکر. رفتیم. وقت رفته ایستاده است. قماندان اردم حالا هم در دست آنها تو درگن را نگیرند آرام نمیشوند. میدانند که ما هیچگاه از قماندانمان دست نمیکشیم. آنها رو به حالشون نمیگذاریم. بالا زند آنها رو. چیکار میکنیم قماندان؟ چقدر دیگر وقت داریم؟ 14-15 ساعتی دیگر. من یک خبر دارم. یک کشافم به من گفت که پیش از مرگ کارها بد شدند. بسیار گروه ها با هم متحد شدند. پیش از جان دادنش این رو گفت. چی گفت؟ یگان رمز دارند؟ نمیدونم، به گمانم به حمله بزرگ آماده می شوند. همینش نمیرسید. یوز خوب هستی؟ خوبم. من با فرماندهان صحبت کردم. نگفتند که درگن را به آنها دهید و اردم را گیرید. این اصول کار و راهبریت قبول نمی کند. یگان فکر دیگر کردن لازم است. مثلا چی؟ وانمود میکنیم که میدهیم ولی در اصل نمیدهیم. هممون باید یک فکر کنیم. یوز من در تشویشم. هیچ جای تشویشش نیست. چرا اینقدر وقت همه رو از من پنهان داشتی؟ مجبور بودم. در داخل بینای کنسولگری من آنجا بودم. ولی چطور این سیر رو از من پنهان کرده توانستی؟ سیر با مخفیتش سیر می شود دریا. اگر با کسی گویی آن سیر نمی شود. چرا چون این است نمیفهمم. تو رو دائمی و به ما از دست می دیم. انا باز یفتم و اما این بیماری چطور از این رها می شویم یوز؟ یگان علاج ندارد. درگن علاجش رو می داند. داند هم با خود پازهر ندارد. گمان نمی کنم که جای پازهر را هم می گوید. تمام. هر چیزی در قسمت باشد همان می شود. زیاد فکر نکن. کاش از دستم می آمد. بیا درباره یگون چیز دیگر صحبت کنیم. لباس نظامی با من میزیبد؟ خیلی به تو زیبیده است. ها من زیبایم. یک قدر شرم نداری؟ ولی من نسبت تو فکر دیگر دارم. مثلا چگونه فکر؟ من تنها با لباس نظامی زیبایم. ولی تو صبحگاهان وقتی از خواب میخیزی در تنت لباسی سبک، چشمانی ورم کرده، مویهای پریشان، همه این آنقدر زیباست که تو ماهی تابانی. تو بسیار و بسیار زیبایی، به نهایت زیبایی، به نهایت. یوز نرنج، من مقصدی از دست دادن نفری را ندارم که در حقم اینقدر سخنانی خوب میگوید. نمیخواهم. تو را پیدا کرده باز از دست دادن نمیخواهم. حتی تصور هم نمی کنم. دیگر نمیگذارم که از نزد چشمم دور روی.
назли آتش. پدرم رو یافتید؟ شاید به زودی یابیم، ولی حالا نه. ببخش. چی طور باشد؟ حالش خوب باشد به او آسیب نمیرسانند. دانستن میخواهی که آیا قماندان زندند؟ بله زندند. با مدد خداوند در کجایی که نباشد ما آنها را پیدا میکنیم. آنها چی میخواهند آتش؟ چرا آنها پدری من رو دزدیدند؟ چی میخواهند؟ دیگر چی هم میخواهند نزلی؟ چی میخواهند؟ میخواهند که در نزدشان سرخم کنیم، ولی هیچگاه در نزدشان سرخم نمیکنیم. علاوه بر این قماندان یوز برگشت که